دماغه، آسان ترین عذاب دوزخ پیغمبر خدا گفتن این است که مرد را میارن، مرد دوزخی را میارن و دو پای افضالی که دوزخی هستند در پیش او میگذارن و میگوین این پای افضال ها را بپوش. پای افضال ها پیغمبر خدا گفت چنان یک حرارت، چنان یک حرارت گرمیش بلند هست که چه است؟ یغلی منها دماغه، آب بینیش می جوشاند. این آسان ترین عذاب دوزخ است. ما و شما بترسید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، برای همین خدا ما و شما را میگوید ای مردم از خدا بترسید. خدای شما سختگیر است. شاید بعضی سوال ها کنند که آیا ترازوی اعمال عمل انسان را چه می سنجد؟ مفسرها بر این اختلاف نظر دارند. من در یگان حدیث صحیح ندیدم چگونگی ترازو را پیغمبر خدا بیان نکردند، لکن مفسرهای قرآن در این اختلاف دارند که عملهای نیک و بد شما در روز قیامت به یک مجسمه تبدیل می یابد، یعنی به یک صورت تبدیل می یابد، به یک صورت مردی زیبا یا به یک صورت مردی خیلی زیشت و اونها را خداوند در روی ترازو میگذارد و میکشد. کردارهای نیک ما و شما به صورت یک مردی زیبا میگردد، کردارهای بد ما و شما به صورت یک مردی خیلی زیشت، خیلی صورت شکلش ناخوبه تبدیل میگردد. خداوند اینها را میکشد و برای ما و شما خبر میدهد این عملی نیکت، این عملی بدت است. بعضی از مفسرها بر اینند که همون نامه اعمال کتاب وقتی که اگر وزنین باشد و خداوند در بالای همون ترازو میگذارد، همون زمان حکم تو را میبرارد. و اینش مفسرها رفتند. لکن ما و شما یک عقیده باید داشته باشیم. والوزن یومئذ الحق، خدا گفته است ترازو در روز قیامت حق است و عملهای شما همش کشیده می شود. خدا کند که در او روز این جمعیت ما و شما خندان باشند. خدا کند که در او روز ما و شما خجالت نباشیم. وقتی میگوید بنده ای که اگر در او روز ترازوی اعمالش سبک می شود چی میگوید؟ ای وای بر حال من، کجاست همون مرگی که کاری خودش باز برای من انجام دهد تا که چشمهای من این ترازو را نبیند؟ چگونه ای که یک ترازو را در دنیا ما و شما اگر کیلای ما و شما را یگان سوداگر اگر کم میزند و ما را در حالت جنایتش میقپیم خجالت میشود، بنده در روز قیامت همچنان در نزد ترازوی خود خجالت میشود. شما میتوانید به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. شما میتونید که در همین دنیا ترازوی اعمالتان وزنی کنید، میتونید ترازوی اعمالتان در همین دنیا وزنی کنین. حضرت میگوید ورنه حسرت خوری. جان من میگوید حسرت میخوری، دیگر برای تو فایده ندارد. این ترازوی اعمال است. من مختصرا برای شما اینا را حکایه میکنم. دویم نامه اعمال است. خداوند در سوره تکویر میگوید و اذا الصحف نشرت، ما برای شما در روز قیامت نامه اعمال میدهیم که این را باز خداوند در سوره انبیا هم خیلی روشن گردانیده است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بک اليوم. خدا در قرآن میگوید روز قیامت وقتی شما زنده میگردید، در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند واری کشال میستد و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز شما این کتاب میخوانید، از کردارهای نیک و بدتان شما خود در آن روز آگاه میشوید.
فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی میشود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آسانی تو حساب تو بسیار به آسانی انجام می‌یابد. تو در حالت حساب نجات می‌یابی. و ینقلب الی اهله مسرورا. وقتی که نامه اعمال تو به دست راست تو داده شد تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت می‌گردی. این قرآن برای ما و شما حکایت می‌کند. و اما من اوتی کتابه وراء الظهر فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. خدا میگوید وقتی که اگر نامه اعمال شما به دست چپ شما داده شد یا از جانب پشت شما داده شد این حالت شما هلاک خواهید شد. و یصلی سعیرا و شما وارد دوزخ میگردید. انه کان فی اهله مسرورا. این آدمی که به دست چپ خدا میگوید نامه اعمالش گرفته بود در دنیا با خانواده خود خیلی خرسند بود. حتی چنان ماشین های رنگارنگ و چنان منصب و دولت وی را مست مغرور کرده بود که بار قیامت یادش نمی آمد. حتی در بین همون اولاد خودش بسیار خوشنوده بود که میگفت که این قیامتم حق نیست، این حسابم حق نیست، نامه اعمالم حق نیست. انه ظن گمان میکرد. خداوند میگوید در گمانش میگذشت. چی میگذشت؟ این که دویم باره زنده شدن نیست. لیکن خداوند میگوید بله انه کان، بله میگوید خداوند، بلکه این نامه اعمالم حق است، روز قیامتم حق است و جواب سوال و جوابم حق است. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه. در دیگر جای قرآن خدا چی میگوید؟ وقتی نامه اعمال را به دست راست دادیم ها اقرؤوا کتابیه. ها مفسران میگویند این معنای بگیرید را دارد. فریاد میزد است بگیرید کتاب من را بخوانید. وقتی به دست راست ما و شما میداد است این الک مژده نجات است. میگفتند فریاد میزدند بیایید کتاب من را بخوانید. اینی ظننت، من گمان میکردم اینکه روز قیامت البته با حساب خود رو که ما با حساب خود رو پرو شدیم. خداوند بعد نامه اعمال بر او دادن چی میگفته است؟ میگفته است رو میگفته است در جایی که برای تو پسندیده هست، برای تو در آن جایی که تمام نعمت هست، رو از وی استفاده کن. قطوفها دانیه. هر میوه‌ای که انسان میخواهد خداوند جنت را وصف میکند. هر میوه، هر خواهشی که انسان میخواهد، خواه در حالت نشسته باشد، خواه در حالت کچپلو باشد، خواه در حالت راستا باشد، دست او به اون میوه ها میرسد. قطوفها دانیه کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. همین انسانی که به دست راست نامه را میگرفت است، خدا میگفت است بخور و بنوش این نعمت های جنت را، زیرا که تو در دنیا برای این روزهای مشکلات چکار کردی؟ نیکی های زیاد روان کردی. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. کسی را که اگر به دست چپ نامه اعمال دادیم، خداوند میگوید چی میگوید؟ در حال او داد میزند ای کاش که پروردگارا این کتاب را بر من نمیدادی، ای کاش که من از حساب همین کتاب درکدار نمیشدم. ای مرگ کجا هستی کار خودت در حق من انجام دهی؟
برای من مال و ملک و آن سلطنتی که داشتم برای من هیچ فایده نکرد. اینها در اونجا چکار میکردن؟ حسرت میخورده. ثعلبی میگوید، از ابن عباس روایت میکند که ابن عباس گفته بود از روز قیامت اولین شخصی که نامه اعمال او به دست راست او داده می شود این عمر ابن الخطاب است. از ابن عباس پرسان کردند ابن عباس وقتی که این عمر ابن الخطاب اولین نامه اعمال را به دست راست که گرفت، پیغمبر خدا گفته بود بعد من افضل ترین مردم ابوبکر صدیق است، ابوبکر در کجاست؟ ابن عباس گفتند هیهات هیهات. وقتی که نامه اعمال در دست عمر که می افتد، ابوبکر بالای دستهای فرشتگان آسان و شتابان وارد جنت شده است. این ابوبکر پیش از عمر وارد جنت گشته است. و پول صراط چی هست؟ در عقاید طحاویه میگه هو جسر علی جهنم. این پول صراط جسر گفته اصلا یک کوپرکی را میگن، در ما و شما پول را میگویند، یعنی بالای جهنم کشیده شده است. و این منکم الا واردها، خداوند در قرآن سوره مریم ده میگوید نیست بر یکی شما این که البته از پول صراط باید که بگذرید. هر کدام شما باید که از پول صراط باید بگذرید. پول صراط را هم پیغمبر خدا حدیث های مبارک ده میگوید که خیلی باریک است و خیلی تیز است. حتی در بعض احادیث ها چی میگوید؟ مثل همین خار مرغلانی که در راه ها پرتافته می شود بالای همون پول صراط میگد گذاشته شده است. کسی که اگر در دنیا نیکی هاش زیاد باشد به منزله همون نیکیش گفته است پیغمبر خدا در پیش او روشنی پیدا می شود و او انسان چیکار میکند؟ از این پول صراط میگذرد. البته پول صراط هم حقیقت دارد که اینها را آیت های قرآن برای ما و شما حکایت میکند. اینها مختصرا در باب این نامه اعمال و ترازوی اعمال و پول صراط برای ما و شما حکایت شد. الحال یک چند روز است که اینجا سوالهای خیلی زیاد و برادرها حتی سوالهای تعجیلی کردند که همان جمعه خواستند جواب آنها را بگیرند، لیکن صد افسوس که ما این سوالها را نخواندیم. برای همین به همه ما و شما انشاءالله از این 3 جمعه که سپری شد معلوم شد آمدن قیامت، نشانه های قیامت، چگونگی قیامت و باید ما و شما چیکار باشیم. چگونه که پیغمبر خدا گفتند استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آن که مرگ بر بالای شما می آید باید برای مرگ شما تیاری ببینید. یعنی پیش از آن که قیامت بالای هر کدام ما و شما می آید باید که ما و شما بر روز قیامت چی باشیم؟ تیار باشیم، تا که در اون میدان، در اون حشرگاه ما و شما خجالت و شرمنده نباشیم. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش می نمایم که در این مسئله ما تیزتر جواب گویید. من سوداگری می نمایم و در وقت حاجت بر من افتاد زنم را در جای خود می مانم که سودا کند. روز من زنم را در جای خود ماندنی شده به حاجت روان شدم. در این وقت یک سوداگر دیگر مرد بود، از پس او آمده در کتف او با طرز شوخی زده و از بند دست زنم داشته با 2 دست او را داشته و سلام کرده احوال پرسی میکرد. این عمل بر من خوش نآمد و من زنم را سخنان ناخوب بدی که از شریعت بیرون است گفتم و این حادثه به خانگی ها همانم رسید و زن من گفت که اصل واقعه این نیست. من از خشم بسیار از همه علل خصوص از ابلیس لعین فراموش کرده به زنم قسم دادم اگر اصل واقعه چنین باشد طلاق. او جواب داد که بله، لیکن در حقیقت اصل واقعه چنین بود.
شما داملای عزیز جواب گوید که زن من طلاق شده است یا نه. بعد این واقعه من در ساعت 3 شب از خواب خیستم و با همراهی زنم طهارت کردیم و زن من تن و نفس خود را بر من بخشید و من قبول کردم. خواه خطا باشد خواه روا، من شاهد نکاح خود خداوند و ملائکه ها را ثواب گناهی که مرا کتابت میکنند انتخاب کردم. در حق ما دعای خیر کن که من از خدا میترسم. خیلی بگیم یک مکتوب علم آور، لیکن آخرش اثبات میکند که تو از خدا نمیترسی. زیرا که زنان را بس از همین یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. حضرت فردوسی به حکمت نگفتند زنان را بس از همین یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. وقتی زن بازاری شد دیگر هر چیزی که به سری تو می آید تو نفس خود ملامت کن. وقتی تو مرد هستی و قدرتی در بازار نشستن داری، باز به زمین اگر زنی خدا مثال میبری و در بازار که میگذاری، اون بازار است. مردم میقپش، بچه هم میقپش، قطعی و هزارها آدم یک روز سلام میکنه. البته مرد اساسی و مرد حقانی و مرد مسلمان باید رشک داشته باشه، رشک اسلامی داشته باشه که یک مرد چه حق دارد که با زن من سلام میکنه. این حالت دیوسی و بیغیرتی ما و شما را نشان میدهد که زن ما و شما با طلبش سلام میکند، با همسایش سلام میکند، با یگان آدم نیکاره سلام میکند. این دیوسی ما و شماست. در یک خانه یک مرد مهمان شده است. بعداً همون مردم یک مرد بیغیرت فرمان داده است برای زنش که دسترخوان بیار. چگونه ای که در خانه ما مردم الها زنها و دخترهای ما و شما خدمت میکند، این قطعیاً منع است. نخواه که زنی تو در پیش رفیقی تو خدمت کند. او خم می شود، راست می شود، تمام وجود او در میدان است. او جایز نیست در پیش ما و شما زن ما و شما و خواهر ما و شما خدمت کند. پای ما و شما نمیشکند، خود ما خدمت میکنیم. حضرت عمر در خانه مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد. میگو ملائکه ها برای آمدن مهمان خوشنود هستند، راست ایستادند. عمر کجا نشیند؟ آیا ما و شما قد عمر هستیم؟ خودتان خدمت کنید، بچه هاتان خدمت کنند. در یک خانه یک مرد میگد وقتی مهمان شده است، زنش خدمت کرده است. بعد این مرد مهمان آدم دیندار بوده است، خواست است که همین صاحب خانه را یک تعلیم دهد. چشمش میگه از زن همون نکن، فقط زن همون را نگاه کن. چای میارد همون را نگاه میکند، پس میراد پسش نگاه میکند، پیش میراد پیشش نگاه میکند. این خانه‌دار خجالت شد، میگه از این مرد مهمان پرسید. مهمان گفت خب باره به سوی دسترخوان نگاه نمیکنی، فقط همین چشمهای تو به سوی زن من است. این مرد مهمان چی گفتند؟ گفتند مادام که زن تا که آوردی بگذار که تماشاش کنی. اگر نمیفاریدت از تماشای ما، از نگاه کردن ما، خودت خدمت میکردی. مادامی که آوردیش به نزد ما، مرحمت دیگر ما تماشاش میکنیم. و این برادر این حادثه ای که شده است، این فتوا را من فتوای طلاق نمیتونم، لیکن میگم که طلاق شده است. زیرا که اصل واقعیت چنین باشد و شما شرط گذاشتین که اگر همچنان باشد تو طلاق، اگر واقعه و حادثه همچنانی که الحال حکایت کردی که باشد، اون زن گفته بود است بله اگر اصل واقعیت چنین باشد من طلاق شده است. اینا شما میتونین که در اداره مفتیات رفته چکار کنین؟ فتوا میگیرین. در این حالت نکاح خدا و فرشته ها هیچ وقت شاهد نمیشود. این عقیده ها را از
مینه و فکر ریختان دور کنین که سنگ میمانند، کلوخ میمانند، دیگر میمانند. میگن اینا چی هستند؟ شاهد هستند. اینا شاهد نمیشوند. در نکاح تا دو مرد شاهد نباشد نکاح شما نکاح نمیشود. و اگر تا حد امکان شما را اگر چی تا مجبور نسازد زندگی و شما بیمار نباشین، زنهاتون بازاری نکنید. زنها را بگذارین همون کار خانه را انجام دهند. شما مرد هستین بیرون در کار کنین، مهنت کنین، هم زنتون نفقش برسونین، هم فرزنداتون نفقش برسونین. انا این حالت چی است؟ خدا ترسی هست. این صورتش اگر میگفتی من از خدا میترسم، من باور میکردم.